شهر بزرگ زیرزمینی نوشاباد شاهکار معماری ساسانیان. شهر زیرزمینی نوشاباد کاشان 1400 سال تاریخ داره که در خود کاشان به آن شهر اویی گفته میشه. ساسانی‌ها برای پناه گرفتن هنگام حمله دشمن شهر اویی رو ساختن و جالبتر این که این شهر کامل با دست حفر شده. نوشاباد ساختاری هوشمندانه داره. راهروها و دالان‌ها به قنات آب میرسن. مردم هنگام جنگ مدتی رو به شهر اویی میرفتن تا خطر رفع بشه و همین دسترسی به آب باعث شد تا شهر زیرزمینی قابل سکونت باشه. حتی انبار قله و گندم هم تو این شهر پیش بینی شده. 500 سال طول کشیده تا شهر نوشاباد کامل بشه. حتما به خودتون میگید اسم اویی از کجا اومده؟ دو تا روایت راجع بهش گفته شده. مردم این شهر با واژه اویی همدیگر رو صدا میکردن و روایت دوم افرادی که حفاری انجام میدادن با کلمه اویی پر شدن ظرف خاک رو خبر میدادن. این شهر زیرزمینی 3 طبقه داره، مثل اینکه طبقه اول برای گمراه کردن دشمنان و طبقه دوم و زیرینش رو برای پناه گرفتن استفاده میکردن. ساخت این بنا موقت نبوده، بعضی برای اقامت طولانی و حتی مردم از تنور و استبل خونه هاشون مستقیما وارد طبقه سوم میشدن. ارتفاع هر طبقه 180 سانته، کاملا استاندارد برای تردد یک انسان معمولی. با نگاه اول با رفتن به 15 متر زیر زمین تنفس کردن رو مشکل میدونیم، اما شهر زیرزمینی نوشاباد به صورت افقی و عمودی توسعه یافته. کانال‌های باریک و اتاق‌های بزرگ جریان هوا رو برقرار می‌کنن و تنفس رو راحت می‌کنن. در شهر اویی تا دلتون بخواد تونل‌های باریک و در هم پیچیده وجود داره. مردم آن زمان با دست و ابزاری که گفته میشه نوکی شبیه به الماس داره داشتن و این مکان تاریخی رو بنا کرد.